در شهر ترسونزاده در غرب تاجیکستان یک جوان را با اتهام رسیدن به ناموس دخترچه 3 ساله دستگیر کردند. این حادثه روز 7 مارس در محله 4 شهر ترسونزاده در درآمدگاه یکی از بناهای استقامتی روی داده است. مقامات حفظ حقوق تا کنون درباره این حادثه رسما یگان اطلاع نشر نکردند، ولی در اینترنت ثبت ویدیوی لحظه های بازپرسی جوان دستگیر شده نشر شد. در جریان بازپرسی که روز 8 مارس بعد بازداشت گمانبر شونده ثبت شده است، این جوان میگوید که ناصرف ضیاوردی نام داشته از جماعت دهات به نام ترسون تویشیف می باشد. او اعتراف می کند که در حالت مستی به ناموس کودک 3 ساله دست درازی کرده است. ناصرف جریان حادثه را چنین نقل می کند: دین 07/03/2022 تقریبا ساعت 16 ما خانه برآمدم. مایدامای تحقیق سوال شدم 5 چشم آمدم. چشم یک کنیک 4 بکل پیوه خوردم. در کجا خورده؟ در چشم. نزد طرفخونه کجا؟ طرفخونه نوی ترکیتا؟ کریستال. بعد در اون حالتی که نفس خودم پس کردم میخواستم که یک زنه که عروس دارن یه زشتم 2-3 گپ پشتم هیچی نگفته که مقصد که همین دلش مکشید مرا نمیدونم چه که من رو گم کنم. حالتی که نفس خودم پس کردم که اومدم که گذشته را دیدم. در کجا قرار داشت گلک؟ گذشته در بیرو بازی داشت. محله چندم؟ محله 4 در قرار داشت. فریاد کردم که دوید اومد. در کجا به شما بودید فریاد کردی؟ در دهن دوم در پدیز در اومدم در فریادش کردم. چی فریاد کردی؟ گفتم دخترک جدیو که دوید اومد خیلی یک بار 2 بار خپیدمش هیچ نه. کجا خپیدی؟ کنش خپیدم. بعد دوم یا سوم چی نتاج رو بردم. بعد 2-3 بار با چاقیدم رو خیال رسیدم که گریه کرد. بعد 3 ساعت تنگش دادم گفتم مغازه میرای یا اون میخری که شیمش پایان کنم. بعد دست چپ و ماکت فروش گرفتم 2 بار یا 3 بار شکیدم. نفس خودم پاس کردم. چی را شکیدی؟ حالتی شامونی خطا پاس کردی یا نه؟ پاس کردم. بعد برامم هم حالت وجود دیدم من پرانتز برامم طرف همون چی رفت پنج با هم جایی که هم بر رفته استادم کامرا دیدم وجود داخلم شایما شدم وجود گفتم کاشتم را دست حال نگیرم. بعد همین کاری همین چی کردن به کجا رفتی؟ با همونجا گذاشتم کامرا را دیدم خیلی کامرا مونده کجا رفتید بعد همین؟ با همونجا رفتم در بکل پیوان نوشیدم. بعد نشتم بعد به خونه رفتم. به خونه یا با خلاشکر دیگه با پیوان گرفتم لکن میتونم پیوان گرفتم. طور اجران بازپرسی میبراید ناصرف بر اساس ثبت ویدیو کامراهای نظارتی در درآمدگاه بنای استقامتی در محله 4 دستگیر کردند. اگر حرکت‌های این نفر دستگیر شده تنها همچون حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به کودک برالو خردسال ارزیابی شود، به ناصر ضیاوردینوف بر اساس ماده 139 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان تهدید میکند. ولی اگر عملهای ناصرف همچون تجاوز به ناموس کودک خردسال ارزیابی شود، به او بر اساس ماده 138 کودکس جنایتی تاجیکستان از 12 تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد تهدید میکند. این بند قانون همچون جزا حکم قتل را هم پیش بینی میکند. ولی از سال 2004 صدور و اجرای حکم قتل در تاجیکستان مراتوری جاری شده است.